شهاب چجوری مردونه از خواب پا میشی؟ لباسمو میپوشم، تختمو مرتب میکنم، تمیز میکنم چون که خیلی برام تمیزی مهمه. بعدش مستقیم میرم دستشویی صورتمو میشورم، به روتین پوستم رو انجام میدم، کرم هامو میزنم، یه دوش آب گرم که خستگی شب رو از تنم در بیاره. همیشه محصولاتی که استفاده همیشه باید برند باشه، من غیر از برند واقعا نمیتونم. شهاب جان حالا کار ندارم با این صبح از خواب پا شدن مردونت، با این کار ندارم، ولی قدت که اندازه شوشول محمد حسینی کوچه باشی ماست. بعد کونتم که ماشاءالله 2 متر طول 3 متر عرض. حالا با اینا هم کاری ندارم. این حجما رو هم که من خودم حجما رو دیدم، حالا با اینا هم کاری ندارم. وسایلاتم که تو دیجیکالا زدم، اون کرمایی که زدی به کشونت، حالا اینا رو کار ندارم. زدی به کشونت و اینا، اونا هم 5000 تومان بیشتر نمیارزی. تو فکر کن پول پیکو دادی یه ذره گرون حساب شده باهات.